سلام، امیدوارم عالی باشید. برای تزیین کیک با کرم ها رنگ طلایی ابتدا دستوری که در کپشن نوشتم مطالعه بفرمایید و انجامش بدید. بعد از تهیه کرم کره‌ای تدریجاً به اون روغن مایع اضافه میکنیم تا بافت نرمی حاصل بشه. برای اطمینان از پاره نشدن قیف در حین کار حتما از قیف دولایه برای این تزیین استفاده بکنید. به رنگ پودری طلایی روغن مایع اضافه میکنیم و هم میزنیم تا بافت نسبتاً خمیری و غلیظی به دست بیاد. در داخل قیف کاغذ روغنی فضایی رو برای ریختن کرم کره‌ای و فضای کمتری رو برای ریختن رنگ انتخاب میکنیم. ما برای فیلینگ و کاور کیک از خامه برند دلمک و از رنگ پودری برند مارتلاتو برای این تزیین استفاده کردیم. بعد از برش از نوک قیف کاغذ روغنی برای ایجاد طرح‌های مختلف یا نوشتن روی کیک با رنگ طلایی استفاده می‌کنیم. از اونجایی که این کرم کره طلایی بافت منظمی داره می‌توانیم با ماسوره‌های دیگه برای تزیین روی کیک بپردازیم. امیدوارم این تزیین مورد پسند شما واقع شده باشه. از اینکه تا پایان ویدیو با من بودید بسیار متشکرم.